بلند کنه مثل یکم لایک ای خدا مریم زایرова مریم زایرova سلام اپا نازنین شما ناز رحمت دختر فرزنده نازنین ناز دختر شما چخیر سلام دختر نازنین شما ناز رحمت دختر ابی باید پرسیدنی بودم از شما подписчик 1000 تا باید باشد و 4000 просмотр هم نه چه خیلی 4000 کودکان اینجا بازی دارم همان است امروز بازار رفتم آرد همه چیز قیمت شده راه ها محکم شد و تا همه چه قیمت کرده تاجیکستان چکس مسکه پسکه نپشته سونه که چیزا قیمت شده بازار همه چی قیمت آرد گفتم رقم آورده موندم وای ما کرده اینترنت با امروز بازار رفتم ابن بون بید همه به سلام گه السلام همه به سلام گه السلام اما جا اینجا بید سلام گه السلام گه السلام او زدن میمورد چی کی برام خواندست می کنی اینترنت چخی باشد بیرون بر امروز تاجیکستان باران برف باران همه چی علش زده استاده است من این ماشینی من امروز کرته دختم امنا بونو کن نشان تید کرته ماما این تگانگی بهش نگیتیم من همین کرته دختم امروز نه حالی ویاش ساز نکرده منی کم بپیشاندیم چه باشد گفته کاش ویاش رشتهاش کندن در کار من آمینه بولنی من اپای مرحبا من دختر چی؟ نوزرده که من همین کرتی دختگیم امروز هم ندختم دیگه بگشتیم همینجا بیکار کرتای پارا کردن در کار خونو ماشینی پاپورا تا استیتان کنی همینجا گونجا مانده دوز کار میشد گونجا مانده دم دوختان در کار قایچی وقتی قایچی در کار قایچی پایچی ماما قایچی این است و ریستیق پاریکا این است پاپور این پاپور با ریستیق غاش کدوم رشته ماشین درز دوزی
ماشین دستدازی با رشته باریک. کامتر اگر اون چیز بریده دختم داشت من ویدیو گیرم ندازم نرسه اصلا کبستم که دو احمد جان ماشین ویران میشه توزی احمد جان اما جو اینجا بین ماشین ویران اصلا روحان برمدازی توزی چی میدوزی؟ اصلا نازمی قرمدازی دوزی قنده قرمدازی اصلا قرمدازی لا 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 ندارم ندارم زندگی را دوست می‌داریم شد نرسه رفتیم خانه می‌داریم ویدیو که پس میرم من که این سال بری نشان دادو سو کمتر لب سال این طرف پیشی هم اسکت رو بیفور نرسه ایتانه اپایی نشد شد طرف نگاه این طرف نگاه کنید امان شد از بیکارم چی؟ تو شخص شده مرسی اما تو اگر جنبای شخص بودی اگر جنبای شخص بودی
خونم کنم. چهارباغ ویدیوم داید دسترخوان. سلام به همه. مریم زایر و اپای مرحبا. سلام پلوس مریم جان سلام. چخیر شما؟ مریم در دسترخوان سلام. مریم اپای مرحبا. سوز شما نه یوتیوب همین خیلی میگود 80 مریم سلام علیکم. صدای فتح تان برادر صدای فتح دستگیری کنیتان دوستان. تورت پس 1000 میگذرد پس پیش چک تا وقت تو کردن تیجیکولوب سلام تیجیکولوب. دسترخوان زیبا چه حال دارید همه کسا نورشون دراز کند. آرزو حواستان برسید. خواهی همده برای کار. جان بک سلام جان بک خوش آمدی. از مایل خیر منم روم دست خواهی همده برای کار. من کار دارم شما چخ کردن گیرید. دسترخوان زیبا خوش آمدی. امروز بازار رفتیم همه چی قیمت شد از تاجیکستان. همه چی قیمت کردن که رها محکم شد گفته. حالا کسالی نیست جمجید کسالی به هیچ کس کم نزدیست دوستو نیکی همه خوراکا قیمت شدگی. ما تاجیکیم تری برات سلام ستاره سلام شما ساز بالای خونه من نبودم. رفشان السلام علیکم رفشان تریبرات ای تاجیکستان وای فروشنده ها و بهانه همه چی قیمت کرده که خیلی ارد گرفتم روغن گرفتم برای احتیاط. خودش نگاه دارد. دسترخوان زیبا خواهی همونده برای کار. من کار دارم شما چخ کردن گرید. رحمت دسترخوان زیبا با بیاین. جان بگ دکدام طرف شهرین. جان بگ من در پنجکین. رفشان ارد و روغن چند شده سپا جان. ارد 205 گرفتگی بودم حوزی 220 شدگی. روغن هم قیمت شکر قند سفید اینا همش قیمت شدگی. همی 5 سوم 10 سوم 20 سوم هم خیلی قیمت. با خریدار بسیار شود بعد قیمت کردن میگیرن قایدش تاجیکستان. جان می دکدام در شهری رفشان ارد روغن چند شده سپا جان بک میدانم من هم ما طرفای مسکامینات با طرفای مسکامینات تریشکوه جان بک شما هم از پنجکین. هم خیلی نویگاری ها خیلی هیچ کس مسکنه بسته سمتینج. صدای فتح و درای این آبونه شوی. ما مهرآباد این بالا اگه علاق بالا باشد یا این مهرآباد وای مهرآباد بالای که علاق به فکر من
جو باشد مهرآباد باش. ولی جان حاجی سلام اپا جان. سلام ولی جان، از بالا بذارید. خوش آمدید. شب اینترنت به وایما کردن، آرد و روغن قیمت میشد، رفته آرد و روغن گرفته آمدن. نمیدونم چی کار میشد باشد. جا چی گپ؟ خیلی نبیگری ها اینجا. تاجیکستان اینترنت سوز یک میگیرد یک میشم. خیلی بارون برف امروز هوا خنک. شهلای نجمیدین ادای فتشونه. سلام اپا جان، از بالا بگذارید. خوش آمدید. شهلای نجمیدین ژورنالیست. اگر رولینگ نیدلتیچه کرده باشی برای کودکان نشان دادن با بلاگ نکنن. انیمه جان نقش شد. شهلای نجمیدین ستارما گپام خونده ایستادم. اپای شهلا همه ویاتون من ویدیوتون تماشا میکنم. بازی با تماشا کردم. این من به فکرم همه به ممکن نویستگی. Staramo молодец. سلام. تربت عمرشان دراز کند. آرزو هوسنام برسید. رحمت دوگانه جان. شهلای نجمیدین سلام. Staramo молодец که با موبیلزان برآمد یا نوتبوک. یه موبیلزان قطعی مغازه افیر کرده ایستادگم. نوتبوک نمیدونم تاجیکستان باید میشته باشد یا نه. نوتبوک دارم و اینترنتش اگر یکان کس برای همه اینترنتی و هم قطعی میشته باشد سیم کارتی تلفنم قطعی نمیدونم برای می استفاده نمیبرم. من فقط تلفن قطعی میدارم یوتیوب و تلفن قطعی ویدیو مباید میکنم. شهلای نجمیدین ژورنالیست. اگر رولینگ نیدلتیچه کرده باشی برای کودکان نشان دادن با بلاگ نکنم. سلام گپم خون شدم. سلام کمی نوی سازی منم میشم. مریم جان 81 سلام به همه.
صدای فتح شدم. دسترخوان زیبا سلام چخیل شما. شکری زنده بودن شلوای نجمیدین شما چخیل. کسالی آمدگی گفتن گرمانیا با خدا نگاه دارد همه غریبای شما چیکار دارید اپا جان. انشالله ژورنالیست اوکی. معلمه جان رحمت تورپاز مایلش تورپاز شکرانه خدا نه صدای فتورپاز من شدمش دو تورپاز من وزیم زیم نمیشم بزرگ برادر. دسترخوان زیبا 281 دکاتون سوزن. دسترخوان زیبا 128 شکر خدا ناز رحمت مکتب جواب پی مرحبا. مکتب شما عادی تازه کانیکول داد یا برای کرونا ویروس جواب داد. دسترخوان زیبا خی همه در برای کار من کار دارم شما چخ کردن گرید. معلی خیر منم روان. سلام علیکم. ما تاجیکیم. چی نام داره این نامتون؟ لایکمونتون کسی که در افیر باشد لایکمون که دیگر را بینن و بیوین. بیرون قبورون کی خیلی یکدم کتاب لطیفای خانم امروز کارا سبک کتاب شکر ریز بسیم شکر ریز خانم یکدم شما با کنی چی کار بکست اینجا مثلا بوزیچه وقتی از بالای کوه گذشتن و دریا افتید و غرق شد. فرق بین بدبختی و صدمه چیست؟ مثلا بوزیچه وقتی از بالای تان به دریا افتید و غرق شد. این می شود بدبختی و صدمه. اکنون هواپیما با اعضایان بیوروی سیاسی به زمین زده پاره شد. این بدبختی. 3 ژنرال از کشورهای گوناگون بحث کردند که بسیارتر عرق می نوشد و در پای راست می ایستد. 1 جام، 1 شیشه و 1 سطل عرق را در مابین ماندند. فرانسوی جام را نوشید و کمی از شیشه نوشید و افتید. امریکایی شیشه را نوشید، کمی از سطل نوشید و افتید. روس
عرق متیل را نوشید و نیم شیشه را نوشید و ایستاد. چی گپ؟ از او پرسید گنرال روس با افسوس به شیشه نگریسته. معیارم را میدانم، گفت پراپورشیک روس. ما دشمن را تا سرحد سر کردیم. بچه بعد نتوانستیم چون که شناسنامه خارجی نداشتیم. فرمانده روتا در پیرامید اتومات را یافته سرباز را نزدش جیغ میزند. این اتومات کی؟ از آن کانسترکتور کالاشنیکوف. ناوی روسکی به دیگرش میگوید من دیروز زنم را به باغ حیوانات بردم. خیر بچه نگرفتن. زنکوی مسخره کنه. یک ناوی روسکی زنگی بچه شیرخواره را به خانه آورد. زنش به گفت وی را چیکار میکنی؟ بگذار در اینجا ایستاده کلان شود، بعد به بچه هایمان زبان انگلیسی را یاد میدهد. یک ناوی روسکی خانه میخرد و میپرسد گوید از دیوارهای صدا میگذرد؟ نه نمیگذرد. خوجین پیشترش را در این خانه پراندند. صدای تی را هیچ کس نشنید. ناوی روسکی ماهیچه طلایی را داشت. برای آزادیش او وعده داد که 3 خواهشش را اجرا کند. ناوی روسکی گفت میخواهم که همه دوستان، شناسان و خویشاوندان در اطراف من راست ایستند. درباره من فقط سخنهای نیگویند و من هیچ مشکلی نداشته باشم. ماهیچه افسوس کرد و ناوی روسکی در لب گور در قبرستان همه در اطراف او ایستاده سخنهای نیک گفته ایستادند. ناوی روسکی به زنش گفت گوش کن، پگاه توی بهترین دوست من می شود. کی؟ جولیا رابرتس در نقش اساسی است. باز کدام دوستی بهترین؟ چی بر وقتر گفته نمی توانستی؟ من چی می پوشم؟ یگان لباس توی پوشک ندارم. بعد تحفه تویورا را از کجا می گیریم؟ ای تو ابله نباشی، این کینه فیلم است که توی بهترین دوست من نام دارد. دو ناوی روسکی درباره زنهایشان. زنی من با 4 زبان گپ میزند. زنی من باشد با 1 زبان گپ میزند از صبح تا شام. ناوی روسکی خانه دایره شکل ساخت. همسایه‌هاش پرسیدند برای چی تو جوره خانه دایره شکل ساختی؟ تو که از کنج خانه به سوی من تیر خالی کرده نکشن. ناوی روسکی از دوستش میپرسد واوا و تو دختره که سفید پوست معقول یا سیاه پوست؟ با من دخترانی شیر را کیف معقولن. ناوی روسکی ماهیچه طلایی را داشت. ماهیچه به عوض آزادیش وعده داد کسی خواهش او را اجرا کند. ناوی روسکی راضی شد. بگذار دوست من پتروف صاحب شرکت نو شود. بگذار دوست من سیدرف صاحب بانکی نو شود. بگذار به سر حاکمیت کمونیستان آیند. اینش برای چی میپرسد ماهیچه؟ بگذار کمونیستان شرکت و بانک را ملی کنند. از ماشین ناوی روسکی میفراید و آدمی بزرگجثه است و جهت‌هایتان را نشان دهید. میگوید ناظر را خوب اکنون لطفاً باردان ماشین را گشایید. ناوی روسکی باردان را میگشاید. در آنجا اتومات کالاشنیکوف خوابیده است. اینش باز چی؟ این کالکولاتور من است. جواب میدهد ناوی روسکی. چه خیلی این کالکولاتور است؟ این برای حساب کتاب آخرین است. سردمون تمام میشه. جان همه چی؟
باز خواب روید و پیچینی میتیم. کسی که خواب روید من پیچینی میتیم. نوی روسکی با کاتبه خود در یک کوپه به سفری خدمتی میروند. وی در کش پایین و کاتبی در کش بالا. شب کاتبه از بالا نشیب شده او را بیدار میکند. من بسیار خون خوردم. تو نمی توانی که برای من کلپه دریابی؟ عزیزم بیایم شب چون وانمون میکنیم که موزم شب نباشد. حوله خودت بدرن کلپه در زوجه نتیسان باش فرمانهای او را اجرا به او خدمت کند. شبرش میگوید عزیزم تو بیهوده کوشش میکنی، از دستت هیچ کار نمیاد، هیچ کم نیپاسو میدادن. در اول با تو هیچ چیز نمیومد. افندی فیلم میکشاید. روز یکم در آفیس بود که ناگهان در را کسی گفت. افندی خود را به کرسی پرتافته گوشک تلفن را میگیرد و با آواز بلند در آید میگوید جوانم کارمان بسیار کلینت ها دوم به دوم، من شما را به نوبت می نویسم. بعد گوشک تلفن را مانده به مهمان میگوید بخشش این زرده مرد